اگه موقع نقاشی رنگ روغن این 4 تا چالش رو داری، این ویدیو مخصوص توه. ترکیب و ساخت اصولی رنگ‌ها رو بلد نیستی؟ نمیدونی خرابکاری‌های نقاشی رنگ روغن رو چطور پاکش کنی؟ یا اینکه راهکارهای کنترل ارزش دست و استفاده از کاردک رو بلد نیستی؟ پس تا آخر این ویدیو با من باش، چون به تک تک این سوالا جواب دادم. سلام، من فهیمه هستم، به کانال Paint for Fun و این ویدیو خوش اومدین. امروز میخوام از یک آسیاب بادی نقاشی کنم و چالش هایی که در طول کار باهاش برخوردم رو با شما به اشتراک بذارم. خب من کارو با چیدن پالت رنگم شروع کردم و انواع رنگ‌هایی که احساس میکردم توی کار مورد نیازم میشه رو به ترتیب کنار هم چیدم و چینش رنگامو جوری میچینم که رنگ‌های نزدیک به هم و هم خانواده رو کنار هم داشته باشم. این چینش به من کمک میکنه موقع ترکیب رنگ پالتم بیش از حد کثیف نشه و رنگ‌هام چرک نشه. رعایت همین نکته ساده در چینش رنگ‌ها کمک میکنه شما رنگ‌های شفافتر رو در کارتون حفظ کنید و رنگ‌های تابلو بیش از حد کثیف نشه. بسیار خوب، اولین چیزی که من طراحیشو انجام میدم خط افق زمینمه و شروع میکنم به کشیدن جزئیات. اگر کانالمو هنوز سابسکرایب نکردی، دکمه ساب رو بزن و زنگوله پیج رو روشن کن که ویدیو رو زودتر از همه ببینی. لایک و حمایت تو به هم انرژی میده برای ساخت ویدیوهای بهتر. مرسی. معمولا قبل از اینکه طرح اولیه کارم اجرا کنم، یک دست رنگ قهوه‌ای آجوری یا هر رنگ زیرساز دیگه‌ای رو که با کارم متناسب باشه روی سطح بومم اجرا میکنم و میذارم کاملا خشک بشه که یک دست رنگ پس زمینه توی کارم داشته باشم و بعد از اون شروع میکنم به طراحی اصلی کارم. بعد از کشیدن خطی و بررسی اینکه حالا تناسباتش درسته یا جایگذاری سوژه هام درسته، سراغ رنگ میرم و رنگ رو هم از بخش‌های تاریک کار شروع میکنم. همینجور که میبینید سایه های قهوه‌ای که حالا قهوه‌ای تیره و سبز میتونه ترکیبی از سبز رو داشته باشه که یک رنگ بیس تیره و سایه رو به من بده. بخش هایی که سایه کاره و هماهنگ با رنگ قهوه‌ای و سبز هست اجرا میکنم که بتونم یک عمق در تصویرم از اول کار داشته باشم. در نظر بگیرید که رنگ هایی که اول دارید اجرا میکنید، اولین لایه است دارید اجرا میکنید، هیچ وقت با روغن رقیقش نکنید، چون رنگ های بعدی رو که میخواین لایه لایه به کار اضافه کنید سر میخوره روی بوم و اذیت میکنه. موقع اجرا سعی کنید از رنگ های سفت‌تر، غلیظ‌تر استفاده کنید که فرصت رو به شما بده که لایه های بعدی رو با خیال راحت روش اجرا کنید. همینجور که میبینید من سایه های قسمت های مثل درخت یا خود آسیاب یا سایه های زمین، بخش هایی که تیرگی بیشتری دارن رو با این رنگ قهوه‌ای ترکیبی که تبدیل به قهوه تیره شده اجرا میکنم. یک لایه خیلی نازک هم ازش میذارم، یعنی رنگ روی قلمم در حدیه که فقط قلمم رو به سطح بوم سایش میدم تا اثری از رنگ قهوه‌ای رو روی کارم ببینم و هیچ وقت حجم رنگم رو زیاد بر نمیدارم که کنترلش تو مراحل بعدی برام سخت نباشه. تو این مرحله اگر نقاشی شما رنگ ویژه‌ای داره که متفاوت از سبز و قهوه‌ایه، میتونید یک توناژ تیره از همون رنگ رو به عنوان سایه استفاده کنید. این نکته رو در نظر بگیرید که رنگ قهوه‌ای رو نمیتونید برای همه رنگ‌ها استفاده کنید. من این رنگ رو صرفاً برای قسمت‌های استفاده کردم که هارمونی رنگی با قهوه‌ای داره و در آینده به سایه روشن من کمک میکنه. ولی اگر شما رنگ‌های شفافتری نیازه که استفاده کنین، مثلا بخشی از تابلوتون زرده یا به طور مثال آسمون کار من ابر و یا سوژه های دیگه ای داره، من به هیچ عنوان زیر رنگ‌های شفافی مثل آبی، زرد یا سفید این رنگ تیره رو اجرا نمی کنم.
هماهنگ با خود اون رنگ میتونید شما یک رنگ لایه تیره پس زمینه اضافه کنید. در غیر این صورت تابلوتون قطعا رنگاش چرک میشه. در تابلوی من هم دارید میبینید که بخش‌هایی که با رنگ‌های نارنجی و قهوه‌ای و سبز در ارتباطه، من از این رنگ قهوه‌ای به عنوان بخش سایه استفاده کردم که در ترکیب‌های لایه‌های بعدی بهم کمک میکنه سایه روشنش رو کامل کنم. و در قسمت آسمون یا چمن‌ها که رنگ‌های شفاف‌تری داره، من پس زمینه‌های قهوه‌ای نزدم. چون هنوز خیس رنگام و میخوام لایه‌های بعدی رو اجرا کنم، توی رنگ روغن این منو به چالش میکشه اگه قرار باشه که زیر همه بخش‌ها رنگ نامناسب با رنگ لایه‌های رویی استفاده کنم. من کم کم بخش‌هایی از جزئیات و لایه‌های رنگ‌های روشن آسیابم رو دارم اضافه میکنم، مثل رنگ‌های نارنجی و زرد که بخش نور آسیاب من رو تشکیل میده. در تابلویی که من استفاده کردم به خاطر سایز کوچیکش به طور کل از قلم‌های تخت شماره 2 و نهایتاً 4 استفاده میکنم و شما این فرصت رو دارین که از کنج قلم برای قسمت‌های ظریف و از پهنای قلم برای قسمت‌های گسترده تر استفاده کنید. و در این بخش کم کم سبز درختان رو اضافه میکنم. من معمولا از بسته به مدلی که دارم کار میکنم و توی این مدلی که دارم کار میکنم رنگ‌های سبزم گرمتره، از رنگ نارنجی در ترکیب سبزم استفاده میکنم که مقدار پختگی و گرمای رنگم رو بیشتر کنه. از زرد هم برای روشن کردن رنگ سبزم استفاده میکنم. به هیچ عنوان از رنگ سفید تنها برای روشن کردن سبز استفاده نکنید، فقط مقداری برای درخشش بیشتر. حتما در ترکیبتون باید زرد قرار بگیره برای روشن کردن رنگ سبز و اگر نیاز به خنثی شدن و روشن شدن داشته باشید از سفید استفاده کنید. خیلی وقتا هنرجوها این اشتباه رو دارن که برای روشن کردن همه رنگ‌ها سفید بهش اضافه میکنن. این یک خطای رایج بین هنرجوهاست. اگر ما به رنگ‌ها دقت کنیم، موقع ترکیب رنگ سفید درخشش رنگ کم میشه و برای روشن کردن فقط بخشی از رنگ‌ها ما میتونیم از سفید استفاده کنیم، نه همه رنگ‌ها. اگر یک توضیح کوتاهی در مورد رنگ‌ها بخوام بدم، رنگ‌های اصلی ما 3 تا هستن: زرد، آبی و قرمز. حالا فرض کنید که ما میخوایم نور و سایه و شب رو برای یک رنگ در نظر بگیریم. به طور مثال وقتی میخوایم زرد رو در نور نشون بدیم بهش سفید اضافه میکنیم و یا اگه بخوایم در سایه نشون بدیم بهش آبی اضافه میکنیم و یا در شب بخوایم اون رو نمایش بدیم و نقاشی کنیم بهش سیاه اضافه میکنیم. حالا این سیاه خودش ترکیبات داره و از سیاه موجود در پالتمون، موجود در جعبه رنگمون معمولا استفاده نمی کنیم و از سیاه‌های ترکیبی استفاده می کنیم که توضیحش رو بعدا مفصل براتون ویدیو میگیرم حتما. اگر چالشی در اجرای تابلوهای رنگ روغن دارید و یا در ساخت رنگ دارید حتما توی کامنت ها برام بنویسید تا من بهش رسیدگی کنم و جواب بدم و یا در موردش ویدیو بسازم. خب برگردیم به تابلومون. حالا دارم توی این مرحله پس زمینه‌های چمنزارمون کار کردم و از رنگای گرمتر و تیره تر شروع کردم و کم کم رنگای روشن‌تر رو دارم به چمن‌ها اضافه می‌کنم که جزئیات رو تکمیل کنم. در اینجا هم رنگ زرد و مغز پسته‌ای گرم رو داریم، هم به واسطه سفیدی که بهش اضافه میشه تم سردش رو داریم. از هر دو در ترکیب رنگم استفاده میکنم و لکه های رنگی که میذارم
هرچی تنوع بیشتری داشته باشه، به شرط اینکه در یک درجه رنگی باشه به لحاظ تیرگی و روشنایی و یا هارمونی رنگیش حفظ بشه، تابلو زیباتر میشه. یعنی وقتی میخواین شما یک رنگی رو در تابلو استفاده کنین، حتما سعی کنید از هم خانواده اون و هم درجه اون 2 تا 3 رنگ رو در کنارش به کار ببرین. هیچ وقت یک رنگ رو تنها خالص در یک تابلو استفاده نکنید اگر دوست دارید که تابلوتون نمای بهتری داشته باشه، جلوه بهتری داشته باشه و به لحاظ رنگی غنی‌تر باشه. استفاده تک رنگ در رنگ‌گذاری تابلو باعث میشه که حجم کم بشه و تابلو تخت به نظر بیاد و جلوه بصری ضعیف‌تری رو داشته باشه. در این تابلو من زمینه چمن‌ها رو با رنگ‌های 1 درجه تیره تر از زرد و سبز استفاده کردم و به همین دلیل الان که دارم رنگامو روشن‌تر می‌کنم، با سفید و زرد شدت بیشتری استفاده می‌کنم، لایه‌های برجسته رنگ روشنم رو بهتر میتونم نمایش بدم. اگر تیرگی‌ها رو من در کارم حفظ نکنم، نور و روشنایی هم دیده نمیشه. پس این دوتا رو در کنار هم و در جای درست باید استفاده کنید. نور سر جای خودش و تاریکی هم سر جای خودش. این دوتا مکمل هم دیگه هستن. برای کشیدن سقف کلبمون من از رنگ‌های آجوری و ترکیبی از زرشکی رو با کمی سفید استفاده کردم که درخشش رو جلوه بهتری داشته باشه. اینو در نظر بگیرید که در بعضی از سطوح تابلو جهت حرکت قلم خیلی به شما کمک میکنه به نمایش بهتر اون شکلی که میکشین. به طور مثال من اینجا سقف رو در جهت افقی یا شیب سقف کلبه قلمم رو حرکت میدم. این کمک میکنه که سریعتر به نتیجه برسه و ظرافت کار حفظ بشه. یا در مورد چمن‌ها، چون سطح افقیه و دوردسته، من از حرکت‌های افقی و گاهی هم عمودی استفاده کردم، از ضربات عمودی کوتاه استفاده کردم برای اینکه اون انبوه چمنزار رو بتونم نشون بدم. اگر تا اینجای ویدیو اومدی و این ویدیو برات مفید بوده، حتما لایکش کن، چون به من انرژی میده که ویدیوهای بهتری برات بسازم و به فرایند دیده شدن ویدیوهای من هم کمک کنی. این ویدیو یکم طولانی تر از ویدیوهای دیگه هم در کاناله، ولی جزئیات بسیار بیشتری داره و سعی کردم حالت آموزشی و نکات مهمش رو داشته باشم و براتون ویدیوی مفیدتری بسازم. پس اگر دنبال یادگیری نقاشی رنگ روغن هستی، این ویدیو نکات خیلی مهمی برات میتونه داشته باشه. امیدوارم که تا آخر ببینید و لذت ببرید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. یکی از نکاتی که شما میتونید رعایت کنید برای استفاده از قلم و اجرای ظریف نقاشی اینه که قلمی که انتخاب میکنید حتما تمیز و منظم باشه موهاش، به خاطر اینکه وقتی که قلم رو چندین بار استفاده میکنین موهاش از هم باز میشه و پخش میشه و در اجرای چیزای ظریف مثل کشیدن خط ممکنه چالش براتون ایجاد کنه. و نکته دوم این که من موقعی که میخوام چیزای ظریف مثل خط رو بکشم، قلمم رو به فرم افقی روی سطح بومم حتما از هر دو طرف صاف میکنم تا یک لبه تیز و خطی رو به من بده و بعد خط رو شروع کنم به کشیدن. یعنی قلمو رو به شکلی توی دستم میگیرم که از حالت تیغه قلمو بتونم استفاده کنم و خط ظریف‌تری بذارم. پس اگر قلمتون موهای پخش شده‌ای داشته باشه، این امکان خیلی وجود نداره. سعی کنید از قلم‌های نو و یا منظم استفاده کنید و یا موهای اضافه‌شو کات کنید. خب رسیدیم به یکی از مهمترین چالش‌های ما توی نقاشی رنگ روغن، اونم پاک کردن اشتباهاتمونه.
این کار رو به چند روش میشه انجام داد. من قلمم رو با تینر روغنی مرطوب میکنم و اضافاتش رو میگیرم و بعد شروع میکنم به برداشتن رنگ از روی بومم. همینطور که میبینید به راحتی شسته میشه و باید زمان بدید که در حد 1 دقیقه که اضافات تینر بخار بشه و بتونید به راحتی روش کار کنید. فقط نکته که وجود داره این کار رو روی زمینه خود بوم میتونید انجام بدین که رنگ‌های زیرش خشک باشه و اگر تو قسمت‌های خیس باشه فضایی که دارید روش قلم میکشید و رنگاشو به طور کامل برمی‌داره. این کار رو به یک روش دیگه هم انجام میدم و به واسطه روغن این کار رو انجام میدم، یعنی قلمم رو روغنی میکنم و روی قسمتی که اشتباه کشیدم قلم میکشم و رنگ رو بر میدارم. بعد با دستمال تمیز اون قسمتی که رنگ پخش شده یا روغن پخش شده رو به طور کامل پاک میکنم و دوباره نقاشیمو از نو میکشم. این خیلی مهمه، نکته‌ای که عنوان کردم، چون خیلی وقتا بچه‌ها فکر میکنن که چون رنگ روغنه نمیشه کاریش کرد و باید بذارن خشک بشه بعد دوباره اجرا کنن، در حالی که در بعضی موارد هم زمان رو از دست میدیم، هم ممکنه رد رنگ قبلی مزاحم کار رنگ جدیدی باشه که اجرا میکنیم. پس بهتره تا زمانی که خیسه ما رنگی که قسمتی که اشتباه کار کردیم رو رنگش رو برداریم و شروع کنیم به مجدد کار رو انجام دادن. مثل کاری که من برای این آسیاب انجام دادم، خطوطی که گذاشته بودم کلفت بود و تصمیم گرفتم که پاک کنم و دوباره خطوط ظریف‌تر اجرا کنم که موقع اجرای آسمان به چالش نخورم و رنگ‌های محدوده آسیابم رو چرک نکنه رنگی که برای آسیاب گذاشتم. و به این ترتیب با تعویض قلمو به یک قلموی گرد و نازک این کار رو مجدد اجرا کردم و سعی کردم که از خطوط نازکتری استفاده کنم که ظرافت کارم بیشتر باشه. دوستان، از آزمون و خطا در مسیر کارتون نترسین و سعی کنید امتحان کنید و چالش هایی که به وجود میاد ازش درس بگیرین. در هر سطح و لولی باشین امکان خطا وجود داره، پس نگران خرابکاری حین کار نباشید اصلا. همینطور که میبینید کم کم جزئیات رو به پره ها اضافه میکنم. بخش پره های این تابلو بسیار ظریف بود و اجرای چالشی رو داشتم. توی این مرحله سعی میکنم تمام جزئیات نهایی خود آسیاب و بخشای اصلی پره ها و سقف آسیاب رو اجرا کنم. تا وقتی مرحله نهایی پره ها رو اجرا میکنم فرصت برگشت به اجرای بخشای زیری ندارم و بتونم به راحتی کار نهایی رو اجرا کنم. ترتیب اجرای نقاشی معمولاً از پس زمینه به پیش زمینه است، یعنی اول لایه‌های دورتر و جزئیات لایه‌های زیرین، بعد لایه‌های رو. چالش دیگه‌ای که خیلی در کار با رنگ روغن ممکنه داشته باشن استفاده از کاردک برای نقاشی رنگ روغن. توی این کار من تصمیم گرفتم چمن‌ها و حالا گندمزار یا علف‌ها رو که از نمای دور دست دیده میشه اینا رو با کاردک اجرا کنم و این فرصت رو به من داد که حرکات اتفاقی ریز و درشتی رو در کار داشته باشم و صاف بودن خطوط مد نظرم رو راحت تر اجرا کنم. همینجور که میبینید من کاردک رو به حالت تیغه روی کارم تماس ایجاد میکنم، یعنی موقعی که میخوام رنگو بردارم، ضخامت رنگو که روی کاردک برمیدارم حالت عمودی روی تابلو میکشم و یک برخورد خیلی آروم روی سطح بومم ایجاد میکنم تا حرکات اتفاقی رو بتونم نقاشی کنم. اینجا جزئیاتش رو میبینید و کم کم حرکات ریزتر یا بلند یا کوتاه اجرا میشه تا بتونم بافت چمن‌ها رو نشون بدم. در نظر داشته باشید که روی هر خط فقط یک بار حرکت بدید کاردک رو
و از چند بار حرکت دادن کاردک روی یک مسیری که نقاشی کردین خودداری کنیم، چون باعث میشه که ظرافت کار از بین بره و یا اصلا خراب بشه. و چون لایه‌های زیری رو قبلا نقاشی کردیم، این بخش از اجرا واقعا حساسه و سعی کنید با حرکات درست اجراش کنید که مجبور به دوباره اجرا کردنش نشید. شاید برای خیلیاتون این مسئله پیش اومده باشه اگه تجربه کار منظره داشته باشین که هر ترکیبی رو برای آسمون استفاده میکنیم اون رنگ مد نظرمون نمیشه و همیشه چالش اینه که چرا رنگ آبی که میسازم با رنگ آسمونم هماهنگ نیست. مهمترین دلیلش اینه که شما رنگ‌ها رو خالص استفاده میکنین. برای اینکه ما رنگ‌ها رو از حالت خالص در بیاریم یا اصطلاحاً خنثی کنیم، نیازه که یک شناختی از ترکیب رنگ‌ها و چرخه رنگ داشته باشیم. همینطور که میدونید زرد و آبی و قرمز سه رنگ اصلی ما هستند که هر کدوم مکمل‌هایی در چرخه رنگ دارن. مکمل‌ها نقش کلیدی در خنثی کردن رنگ‌ها بازی میکنن. مثلا برای خنثی کردن رنگ آسمون که رنگ آبی هست، من از خانواده رنگ‌های نارنجی که مکمل رنگ آبی هست در ترکیبم استفاده میکنم تا کمی از خلوص رنگ آبی کم کنم و رنگم خنثی‌تر بشه. اضافه کردن مکمل رنگ آبی کمک میکنه که آسمونم کمی رنگ‌های ملایم‌تر و خنثی‌تری به خودش بگیره و رو به خاکستری بشه، از خانواده‌های آبی خاکستری بشه، چون وقتی دو تا رنگ مکمل با هم ترکیب میشن یک خاکستری رنگی به وجود میارن که خیلی جاها در نقاشی ما کاربردیه. حواستون باشه میزان رنگ مکملی که دارید استفاده میکنید رو کنترل کنید تا رنگ به حالت خاکستری و قهوه‌ای و چرک در نیاد و کنترل شده این ترکیب رو بهش اضافه کنید. من از چند توناژ رنگ آبی که با مکملش ترکیب شده در آسمونم استفاده کردم تا تنوع رنگی آبیم رو بیشتر کنم و از حرکات ضربه‌ای استفاده میکنم برای اینکه حس آسمون ابری رو هم بتونم نشون بدم. از اونجایی که رنگ‌های من هنوز خیسه، من سعی میکنم رنگ‌ها رو کنار هم چینش کنم و سعی میکنم از ترکیبشون با هم جلوگیری کنم. این کار رو با یک قلمی که موهای منظمی داره انجام میدم تا از برخورد موهای قلمو به قسمت‌هایی که قبلا رنگ‌گذاری شده مثل پره‌های آسیابم جلوگیری کنم. برای قسمت‌های ظریف کار که برخورد با لبه‌های نقاشی ممکنه احتمال بالایی داشته باشه، شما از قلم‌های کوچیک‌تر و ظریف‌تر میتونید استفاده کنید تا احتمال خطا رو بیارید پایین. فضای آسمون کم کم داره شکل میگیره و من حاشیه‌ها رو با دقت رنگ میکنم تا کم کم فضا رو برای کشیدن پره‌های آسیابمون آماده کنم. قسمت‌های پایین آسمون که نزدیک به درخت‌ها هست از رنگ‌های خنثی‌تری استفاده می‌کنم، یعنی ترکیب رنگ‌های مکمل رو قوی‌تر می‌کنم و فضای قسمت پایینی آسمون رو سعی می‌کنم رنگ‌های خاکستری‌تر و خنثی‌تری استفاده کنم و لبش رو با درخت‌هایی که دیده میشه به آرومی ترکیب کنم، ولی این ترکیب خیلی ضعیف و ظریفه در حدی که نمیخوام رنگی رو محو کنم. کم کم فضاهایی که باقی مونده رو رنگ میکنم و میریم سراغ ابرها. برای ابرها رنگامو پررنگ‌تر میکنم، از 2 تا آبی فتالو و اولترامارین استفاده میکنم، از رنگ قهوه‌ای و رنگ قرمز برای تم بنفشی که میخوام توی ابرام باشه استفاده میکنم و چون در قهوه‌ای ترکیب رنگ‌های مکملمون وجود داره دوباره به من کمک میکنه که ابرها رو یک بنفش خنثی بسازم و ترکیب کنم. رنگایی که واسه ابرها استفاده میکنم علاوه بر اینکه حالا تم بنفش داره خنثی هم هست و با فضای قبلی رنگ آسمون هارمونی داره. کم کم حجم رنگ بیشتری رو برای سطح ابرها استفاده میکنم تا یک مقدار برجستگی به ابرها بده و هرچی پایین تر که میاد رنگ‌های نزدیک به فضای سبز و منظره استفاده میکنم تا کمی هماهنگی و
چرخه رنگ رو در قسمت‌های پایین تابلو داشته باشم و تم رنگی آسمون وقتی به قسمت‌های درخت‌ها میرسه کمی حالت سبز رو به خودش میگیره که این نزدیکی رنگ آسمون به زمین تابلو رو با هم هماهنگ و بالانس میکنه. دوستان، از ترکیب رنگ‌های جدید نترسید و سعی کنید رنگ‌هایی که آزمون و خطا می‌کنید و با کم و زیاد کردن رنگ‌ها به ترکیب‌های جدید میرسین، درصد یا اسم رنگ رو جای یادداشت کنید و اون نمونه رنگی رو جلوش ثبت کنید تا هر وقت که دوست داشتید اون رنگ رو دقیقاً بسازید بدونید از چه ترکیبی استفاده کردید. این یک راه خوب برای شناخت رنگه و شما به مرور زمان میتونید یه دفترچه ترکیبات رنگی داشته باشید که جلوش تک تک رنگ‌هایی که استفاده کردید و ساختار اون رنگ رو میتونید یادداشت کنید و بعداً بهش رجوع کنید. این یکی از روش‌های خوب برای یادگیری ترکیبات رنگیه و همیشه جواب داده. کم کم داریم به قسمت پایانی آسمون میرسیم و جزئیات رو کم کم به آسمون اضافه میکنیم. یادتون باشه روشن‌ترین رنگ‌ها رو در پایان کار به نقاشیمون اضافه میکنیم، چون هم از چرک شدن کار جلوگیری میکنه، هم وقتی که اطراف کار کلا رنگ شده شما در مقایسه با رنگ‌های دیگه درخشش رنگ رو بهتر تشخیص میدید. بنابراین از رنگ‌هایی که روشن‌تره در پایان کار استفاده کنید و میزان نور و درخشش کار رو بسنجید و به تناسب همون نیازی که تابلوتون داره رنگ‌های روشن رو بهش اضافه کنید. اینو هم اضافه کنم که رنگ‌های روشنی هم که دارم استفاده می‌کنم به هیچ وجه سفید خالی نیست و از همون ترکیب رنگ خنثایی که برای آسمون درست کردیم یه مقدار به سفیدم اضافه کردم تا هماهنگ با رنگ‌های قبلی رنگ روشنم رو بسازم و کم کم اون رنگ رو به جزئیات کناره‌های درخت‌ها و بخش‌های روشن آسمونم اضافه کردم. من از برجستگی رنگ‌ها توی آسمون لذت میبرم و سعی میکنم که در صورت نیاز از حجم رنگ بیشتری استفاده کنم تا ضربات قلمم دیده بشه و زیبایی بصری کارم رو بیشتر کنه. برای رنگ درخت‌های دوردست که بین آسمون و زمین قرار داره من از رنگ‌هایی که روشن‌تره و با اوکر ترکیب شده استفاده میکنم که قسمت‌های روشن درخت‌ها رو نشون بدم. در بخش سایه‌های درخت هم از رنگ‌های گرمتر قهوه‌ای استفاده می‌کنم که فضای گرمتری به درختان بدم و کم کم رنگ‌های سبزتر در لایه بالایی اضافه میشه. اگر شما از رنگ‌های گرم مثل قهوه‌ای در سایه‌های رنگ درخت استفاده نکنید حالت طبیعی به خودش نمیگیره و انگار رنگی رو کم داره، فضا از حالت طبیعی خارج میشه. بعد از گذاشتن جزئیات در قسمت کلبه و دودکش یا قسمت هایی که احساس میکنیم نیاز داره جزئیات بیشتری کار کنیم میریم سراغ کار کردن نور و جزئیات پره های آسیابمون. رسیدیم به آخرین نکته مهمی که تقریبا خیلی باهاش چالش دارن، اونم کشیدن خط بدون لرزش در نقاشیه. لرزش دست در نقاشی به عوامل مختلفی بستگی داره و دلایل مختلفی میتونه داشته باشه که یک نقاش لرزش دست کمتری داشته باشه یا بیشتر. یکی از مواردی که خیلی تاثیر میذاره خوردن کافئینه. کافئین باعث میشه که ضربان و تپش قلب بره بالا و در نتیجه لرزش دست هم بیشتر بشه. من پیشنهاد میکنم اگر شما عادت به خوردن کافئین ندارین و کار ظریفی رو قرار نقاشی کنید که خطوط صافی باید بکشید توی اون نقاشی، از حداقل 6 ساعت قبلش کافئین مصرف نکنید. کاری که من خودم انجام میدم اگه قرار باشه نقاشی خاصی رو بکشم که نیاز دارم تسلطم روی دستم بیشتر باشه،
از خوردن قهوه و چیزایی که کافئین بالایی داره قبل از نقاشی خودداری میکنم. و مورد بعدی اینه که بعد از ورزش هم نقاشی نکشید. اگر ورزش انجام بدید و بلافاصله سراغ نقاشی کردن برید، همون اتفاقی که در خوردن کافئین میفته برای ورزش هم اتفاق میفته. و چون ضربان قلب بالا میره بعد از ورزش و یا مایچه ها خسته میشه بعد از ورزش، این باعث میشه که لرزش دست ما بیشتر بشه و تسلط ما روی کشیدن خط کمتر بشه. اما عوامل دیگه‌ای هم هستن که ربطی به تغذیه ندارن، مثل نفسگیری قبل از اجرای خط. مثلا اگر شما میخواین یک خطی رو بکشین که نیاز لرزش نداشته باشین، نفستون رو حبس کنید و خطتون رو بکشید و یک نفس عمیق بعدش بکشید، دوباره خط بعدی. و مورد بعدی اینه که قلم رو از قسمت پایین‌تر نزدیک به نوک قلم بچسبید. این به شما کمک میکنه که شدت لرزش ها کمتر بشه و خط صافتری اجرا کنید. خطوطتون رو کوتاه رسم کنید، چون وقتی خطوط رو بلند رسم میکنید و پیوسته در حال کشیدن خط هستین، میزان خطایی که داره خطتون میره متوجه نمیشید. ولی وقتی خطتون کوتاه کشیده میشه، در کنار هم ادامه پیدا میکنه، فرصت دارید که اشتباهتون رو جبران کنین قبل از اینکه خیلی خطا بیشتر بشه. و مورد بعدی این که برای دستتون تکیهگاه قرار بدید. وقتی که تابلو خشکه، خب به راحتی میتونید مثل وقتی که با مداد و خودکار مینویسید دستتون رو تکیه بدید به تابلو و تکیهگاه قرار بدید و کار کنید. ولی اگر اطراف جایی که میخواین دستتون رو تکیه بدین خیسه، میتونید از یک وسیله بلند مثل خطکش، عصا، چوب یا هر چیزی شبیه به این استفاده کنید و به گوشه تابلو خودتون تکیه بدید تا دستتون رو روی اون قرار بدید و تکیهگاه دستتون بشه برای کشیدن خطوط و ظرافت‌ها. اگر هم به این خطکش یا عصا دسترسی ندارید و امکان تهیه‌اش رو ندارید، میتونید دست چپتون یا اگر چپ دست هستید دست مخالفتون رو تکیهگاه دستی که باهاش نقاشی میکشید قرار بدید و به این ترتیب تکیهگاه محکمتری، مطمئنتری داشته باشید برای کشیدن خطوط و لرزش دستتون رو کنترل کنید. کم کم به تسلط میرسید اگه روی این قضیه کار کنید و سعی کنید خطوط صاف رو تمرین کنید و بکشید. همینطور که میبینید کشیدن پره ها تموم شد و حالا نورهای لابلای درخت ها رو با رنگ های روشن آسمون تقویت میکنم و این خطوط و نقاط کمک میکنه که حس طبیعی تری از بازتاب نور پشت درخت ها به تابلومون بدیم. از اینکه تا اینجای ویدیو همراه من بودید سپاسگزارم و ازتون میخوام که توی کامنت ها بهم بگید مدل بعدی چی باشه، چی دوست دارید براتون نقاشی بکشم و در مورد چی توضیح بدم یا حتی آموزش چه چیزی رو براتون ویدیو ضبط کنم و منتشر کنم. و خوشحال میشم اگر با لایک و سابسکرایب و انتشار این ویدیو به رشد کانال من کمک کنید، چون من از شما انرژی میگیرم و این کمک میکنه که من ویدیوهای بهتری برای شما بسازم. خوشحالم از این که در کانال من حضور دارین و این ویدیو رو تماشا کردین تا اینجا. امیدوارم که لذت برده باشید و به امید دیدار تا ویدیوی بعدی.